اگه دنبال یه راه درست حسابی برای کاهش وزن و رسیدن به یه بدن خوش‌فرم و سالم می‌گردی، اینو داشته باش. ترکیب پیلاتس و ورزش‌های هوازی مساویه با بمب تناسب اندام. ورزش‌های هوازی مثل پیاده‌روی سریع، دویدن یا دوچرخه سواری کمک می‌کنن چربی بسوزونی، قلبتو تقویت کنی و حال کلی بدنتو بهتر کنی. اما فقط هوازی کار کردن کافی نیست. اینجاست که پیلاتس میاد وسط. پیلاتس عضلات عمقی رو هدف میگیره، فرم بدنتو اصلاح میکنه و کمک میکنه وسط این همه چربی سوزی بدنتو خوشتراش و قوی هم بکنی. حالا اگه این دوتا رو کنار هم بذاری، یه ترکیب بی‌نقص داری برای لاغر شدن، قوی شدن و البته حال خوب داشتن. توی مقاله کامل توضیح دادیم که چرا و چجوری این دوتا با هم معجزه میکنن. اگه دنبال یه روش اصولی برای کاهش وزن هستی که خسته کننده هم نباشه و نتیجه بده، حتما مقاله‌ای که برات گذاشتم رو بخونش.